خیلی ها میگن که مدیتیشن تأثیری نداره و هر چقدر شاید مدیتیشن میکنن جواب نمیگیرن، ناامید میشن. کسایی که وارد مسیر میشن و بعد رها میکنن. خیلی ها میگن مسیر معنوی کار نمیکنه روشون و میرن به دنبال اون فاکتورایی که تو جامعه بهشون دیکته میکنه، اون فاکتورایی که ماتریکس بهشون دیکته میکنه. ماتریکس به شما دیکته میکنه که پول تنها فاکتوریه که میتونه زندگی شما رو تغییر بده. مطمئناً پول خیلی خوبه و زندگی شما رفاه میده، اما شادی و خوشحالی برای شما نمیاره و برای اینکه شما شاد و خوشحال باشین باید روی اون عمیق‌ترین لایه‌های وجودیتون کار بکنید تا این شادی رو خلق کنید توی وجودتون. آیا تمام اینایی که دارن مدیتیشن میکنن و روی خودشون کار میکنن دارن یه کار عبث و بیهوده‌ای انجام میدن؟ یعنی نتیجه نمیگیرن و سالها فقط یه کاری که بدون نتیجه است رو انجام میدن؟ نگاه کنید، برای جواب گرفتن از هر چیزی من اصلا کاری به مدیتیشن و این مسیر معنوی ندارم. شما برای اینکه تو هر کاری جواب بگیرین باید یه سری اصول رعایت بکنید، باید یه سری کارا رو انجام بدید و یه سری کارا رو انجام ندید. به فرض مثال اگر میخواید برای اولین بار گواهینامه بگیرین و رانندگی یاد بگیرین، اون موقعی که میریم برای تمرین رانندگی باید یک سری اصول رانندگی رو یاد بگیریم. شما نمیتونید همینجوری پشت فرمان بشینین، خاموش بکنین، به در دیوار بزنین و بیاین بگین نه من رانندگی رو من جواب نمیده. و اگر اصولش رو رعایت کنین مطمئنا جواب میده. فرض کنین شما میخواین که وزن کم کنین، 5 کیلو 10 کیلو اضافه وزن دارین و میخواین برین ورزش کنین، باشگاه برین و این اضافه وزنتون رو کم بکنین. آیا همین که فقط باشگاه برین، بیاین حالا اونجا تردمیل بزنین، هوازی بزنین و بیاین خونه و دوباره همون سیکل قدیم تکراری قبل رو ادامه بدین، آیا تأثیری داره اصلا؟ یعنی وقتی که شما غذا زیاد میخورین، قند و شکر زیاد مصرف میکنین، فست فود مصرف میکنین که اضافه وزن گرفتین، حالا میخوایم بریم باشگاه وزنتون رو کم کنین. اینی که فقط بری باشگاه بیای خونه و دوباره همون تغذیه رو و رژیم قبلی رو داشته باشی آیا تأثیری داره اصلا؟ 100 سالم شما باشگاه برین، اگر رژیمت رو تغییر ندی هیچ اتفاقی نمیفته، حتی 1 کیلو هم کم نمیکنی که چه بسا شاید بیشترم وزنت بشه، به خاطر که اونجا کالری بیشتری میسوزونی، گشنه تر میشی، میای خونه بیشتر غذا میخوری، خب اینجوری وزنت میره بالاتر. پس نگاه کنید، هدفم اینه که اینو میخوام بهتون بگم که هر کاری تو این دنیا شما بخواین انجام بدین یه سری اصول داره و باید رعایتش بکنید. اگر این اصول رو رعایت نکنین مطمئنا جواب نمیده، ولی اگر اصولش رو رعایت بکنین 100% جواب میده، روی همه جواب میده و فرق نمیکنه که چه جوریه. برای مدیتیشن کردنم فقط به صرف این که شما بشینین مدیتیشن کنید روزی حالا 20 دقیقه، نیم ساعت و همون زندگی قبلیتون و سیکل قبلی رو تکرار بکنید مطمئنا جواب نمیده و در نهایت اینی که سرخورده میشین، امیدتون رو از دست میدین، خسته میشین و رها میکنین و میذارینش کنار. حالا چه چیزایی ما باید برای اینکه مدیتیشنمون جواب بده رعایت بکنیم توی زندگیمون؟ خیلی نکات ریزی هست که
شاید برامون خیلی سخت باشه، چون معمولا اون چیزی که اصلا واضح تره حقیقت خیلی واضحه و جلوی چشامونه، ولی ما خودمون نمیخوایم که توجه کنیم بهش. یکی از نکاتی که توی مدیتیشن میتونه خیلی کمکتون بکنه که مدیتیشنتون یه مدیتیشنی باشه که در نهایت توش پیشرفت داشته باشین، تغذیه‌تونه. نگاه کنین شما نسبت به اون چیزی که میخورین بدنتون رو با اون ارتعاش هماهنگ میکنین. اگر شما غذاهایی بخورین که سنگین باشه، غذاهایی بخورین که چرب باشه، کالری خیلی بالایی داشته باشه و کلا غذایی بخورین که مضراتش از مزایاش بیشتر باشه، بدنتون اصلا به شما اجازه نمیده که شما تو مدیتیشن بشینید، به خاطر اینکه توی بدنتون تنش ایجاد میکنید، التهاب ایجاد میکنید، بدنتون درگیر اون غذایی که میخورین میشه. شما وقتی یه فست فود میخورین بدنتون درگیر میشه تا اون همه کالری و اون همه مواد غذایی سنگین و چربی رو بتونه هضم بکنه. وقتی بدنتون داره کار میکنه به سختی که چیزی رو هضم بکنه، غذایی رو هضم بکنه، شما مطمئنا تو حالت مدیتیشن نمیتونید آروم بشینید، به شما یه ناآرومی میده و شما رو از جاتون بلند میکنه. پس یه نکته که خیلی مهمه تغذیه است توی مسیر معنوی. شما حتما باید غذای سالم، کم و سبک بخورین. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بدنتون، شما توی بدنتون الان دارین زندگی میکنین، از این بدن به عنوان وسیله استفاده میکنین که این دنیای سه‌بعدی و مادی رو تجربه بکنین. اگر این بدنتون تو بهترین شرایط و بهترین حالت نباشه، به شما اصلا اجازه نمیده که شما ذهنتون رو بتونین خالی بکنین، به شما اجازه نمیده که شما آرامش داشته باشین. نگاه کنین، اینو حتما همتون تجربه کردین، چون ما ایرانی هستیم و غذاهامون هم این مدلیه که وقتی ما غذایی میخوریم، مخصوصا اگر پروپیمون رو کامل بخوریم، بعدش احساس خواب‌آلودگی بهمون دست میده، بعدش قشنگ متوجه میشه که دان میشین، یعنی تمام اون انرژی بدنتون یهو سطحش میاد پایین. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که تمام خون بدنتون، بیشتر تمرکز در از خون بدنتون میره به سمت معدتون برای هضم غذا، برای اون جذب غذا، و شما یه حالت انگار افت فشار پیدا میکنین و تا وقتی که این غذا هضم نشه دوباره به اون حالت اولیه و پر انرژی اولتون نمیتونین برگردین. حالا این غذایی که اگه میخورین اگر بره سمت غذای ناسالم و فست فود و چرب و چیلی و نمک و اینا توی زیاد باشه و قند و شکر و کنارش هم نوشابه بزنین که اصلا تمومه، یعنی شاید چند روز بدنتون درگیر باشه برای همون یه وعده. حالا شما روزی حداقل 3 وعده غذا میخورین دیگه، هی اینا رو بیدین بعدی پشت بعدی و این بدنتون همیشه درگیره. پس اگر میخواین توی مدیتیشنتون نتیجه بگیرین، یک فاکتور خیلی اصلی تغذیه‌ای که دارینه. شما هر چقدر تغذیه‌تون رو ببرین سمت غذاهای زود هضم، غذاهایی که ظرف 3 ساعت بتونین هضمش کنین و در نهایت دفع کنین، یعنی شما غذایی که میخورین تا 3 ساعت بعدش کامل دفع شده باشه. این یه غذای سبوکیه. حالا هر چقدر برین سمت غذاهای گیاهی، این راحت جذب شدن و کارکرد بدن با اون راحت تره، برای همین انرژی کمتر از شما میگیره. شما همیشه باید ارتعاشتون یا همون انرژیتون که جفتش یکیه رو بالا نگه دارین. پس ما غذا میخوریم که انرژیمون بالا باشه، ولی غذایی که اشتباه بخوریم این که انرژی ما رو پایینتر میاره، چون بیشتر انرژی ما مجبور میشه بره به سمت هضم و جذب اون غذا، برای همین ما ارتعاشمون پایین میمونه. پس یه نکتهش اینه که تغذیه است. نکته دیگهش اینه که حتما باید علاوه فیزیولوژیکی و بدنی هورموناتون رو چک بکنید. نگاه کنید، ما تو دنیایی زندگی میکنیم که انواع اقسام، یعنی ما در معرض انواع اقسام مواد مضر قرار داریم، چه توی غذامون، چه توی هوامون، چه تو برخورد تو روابطمون. وقتی یکی یه حرف زشتی میزنه، وقتی یکی
شما رو اذیت میکنه، به شما فشار میاره، شما بدنتون به هم میریزه، هورموناتون به هم میریزه. نمیدونم اگر راجع به چاکراها در آینده صحبت میکنیم، ولی کسایی که خشم زیادی دارن به کبدشون صدمه مستقیم میزنن، یعنی پوستشون خراب میشه، موشون خراب میشه. و چون کبد، چون چیزی مثل خشم که مرکزش چاکرای قلبه، کبد هم تو هیته چاکرای قلب حساب میشه. برای همین وقتی که شما خشمگینین، جدا از این که به قلبتون فشار میارین، به کبدتون هم فشار میارین و کبدتون نمیتونه درست کار بکنه. حالا این دوتا مزید بر علت میشن. از این ور کبده درست کار نمیکنه و این خودش باعث خشم بیشتر میشه، و از اون برم شما خشم دارین، باعث میشین کبده بدتر هی کار بکنه. این تصاعدی هی میره بالا. پس باید خودمونو از مواردی که بدنمونو آلوده میکنه، روحمونو آلوده میکنه، تا اونجا که میتونیم دور بکنیم. یعنی خیلیا خب توی خانواده زندگی میکنن که یه سری افراد تو خانواده هاشون هستن که خب اخلاقای تندی دارن یا به دیگران صدمه میزنن، به دیگران آزار میرسونن. حالا خواهرت، مادرت، پدرت، برادرت، همسرت، فرزندت، تو محیط کارت. خب یه سری چیزا رو ما نمیتونیم تغییر بدیم. من الان نمیتونم خانواده‌مو که عوض بکنم، این جبر منه. پس باید چی کار بکنم؟ باید جوری روابطمو تنظیم بکنم که کمترین فشار بهم میاد. باید حساسیتمو نسبت بهشون کم بکنم که کمترین صدمه رو بخورم. اگر این چیزها رو رعایت نکنین، اگر قرار باشه تو خونه با یکی از اعضای خانواده‌تون بحث داشته باشین، مطمئنا خب نمیتونین بیان بشینید توی مدیتیشن و جواب بگیرین. تو اون مدیتیشنتون هم در اصل همه تفکرات دعوا و بحث و اینجور چیزا میاد. پس یکی دیگه از نکاتش اینه که خودمونو از چیزایی که برامون مضرن تا اونجا که میتونیم جدا کنیم، اون جاهایی هم که نمیتونیم حساسیتمون رو بیاریم پایین که کمتر صدمه بخوریم. من خیلی از بچه‌ها رو میبینم بهم میگن ما دیگه نمیتونیم با آدما رابطه داشته باشیم، همش تنهاییم، فلانیم. اینی که با آدما رابطه نداشته باشین خودش مشکله. چرا نباید با آدما رابطه داشته باشی؟ این به این معنی نیست که هر روز برین همدیگه رو ببینین و بیرون و این ور اون ور، نه، ولی اینکه تو رابطه باهاشون هم مشکلی نداشته باشین. حالا یه وقت انتخابتونه که ایزوله تر باشین، تنهاتر باشین، تو تنهاییتون شادترین، این اوکیه. ولی این نباید به خاطر این باشه که شما توانایی ارتباط گرفتن ندارین. اگه توانایی ارتباط گرفتن ندارین و وقتی ارتباط میگیرین بیشتر ارتباطتون در نهایت به ناراحتی و دلخوری میانجامه که شما میگه آقا اصلا من دیگه رابطه نمیگیرم. این چیز درستی نیست. این به این معنیه که شما توی ارتباطاتتون باید روی خودتون کار بکنید. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه و برای بیشتر آدم اینجوریه، روابطشون با پارتنرشون و همسرشونه. روابط جنسی مخصوصا. نگاه کنین انرژی جنسی، حالا اینو بعداً کامل توضیح میدیم، ولی در همین حد بدونید که انرژی جنسی همون انرژی کندالینیه که در نهایت اینی که از ستون مهرهاتون از پایین به سمت بالا تا تاج سرتون، یعنی بالای سرتون، امتداد پیدا میکنه. این انرژی کندالینی انرژی حیاته. هر چقدر قوی تر باشه و هر چقدر بیشتر بیاد بالاتر، شما آدم آگاهتری میشی، آدم سالمتری میشی و ابعاد بالاتری از زندگی رو تجربه میکنی، چه تو زندگی معمولی خودت، چه بعداً فرای این زندگی در از سه‌بعدی و مادی. پس شما باید اگر علاقه دارین به رابطه داشتن، حتما باید به صورت طبیعی رابطه رو داشته باشین. اگر نداشته باشین، اون کندالینی که وقتی وارد چاکر دوم میشه تبدیل میشه به انرژی جنسی، وقتی شما اگر بهش نرسین اونجا گیر میکنه. شما نمیتونین از دست اون خلاص بشین، به خاطر اینکه قوی ترین فورس و قوی ترین انرژی توی طبیعته. اما شما به اطرافتون نگاه بکنین، تمام موجودات در نهایت جنسی هن. نگاه کنین بهار شکوفه میدن، درختها شروع میکنن به گرد افشانی، گلا، حیوانات وقتی به اوج تکاملشون میرسن، به اوج جوانیشون میرسن، شروع میکنن به تولید مثل. توی انسان ها هم همینطوره.
و این فقط به خاطر تولید مثل نیست. شاید توی حیوانات فقط یا گیاهان فقط برای تولید مثل باشه، ولی ما انسانیم و آگاهی‌های جدیدی به بعد گیاهی و حیوانی اضافه می‌کنیم. اگر اضافه بکنیم، میتونیم هم نکنیم، میتونیم هم خیلی پایین‌تر از حیونا باشیم. خیلی از آدم‌ها هستن که الان خیلی سطحشون پایین‌تر از سطح گیاهانه. کسایی که آدم میکشن، کسایی که به دیگران ظلم میکنن، مطمئناً از حیوانات و گیاهان پایین‌ترن. هیچ حیوانی هم نوع خودش رو الکی نمیکشه برای منفعتش. اگر کسی رو میکشه، اگر موجود دیگه یا هم نوع خودش رو میکشه، یا روی ترس، روی دفاع از خودشه، یا برای شکاری که تغذیه بکنه زنده بمونه. راه نمیفته یه بمب بندازه میلیون نفر آدم بمیرن فقط به خاطر غرورش، فقط به خاطر اینکه بگی من قدرت دارم. پس ما تو خیلی موقعیت ها از حیوانات هم حتی پایین تریم، ولی انسان از 1 تا 1000 از منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت میتونه پایین بره و یا بالا بره. این تواناییه که ما انسان ها داریم و همین ما میتونیم خیلی بالاتر از حیوانات و گیاهان باشیم، به شرط اینی که طبیعی زندگی بکنیم، به شرط اینی که مسیرمون رو پیدا بکنیم. حالا این مسیر انرژی جنسی هم وقتی شما بهش نرسین شروع بکنین بلاک کردنش. من الان خیلی‌ها میبینم خیلی‌ها کلیپ‌ها رو میذارن که اگر شما 90 روز نمیدونم انزال نداشته باشید این میشه، اگر شما فلان کنین اونجوری میشه. اینا همش آدمایی این حرفا رو میزنن که اصلا درکی از قضیه ندارن. یکی یه چیزی یه جا شنیده میگه خب چیز خوبیه بذارم ویو بگیرم، میذاره ویو میگیره، مثل توتی فقط تکرارش میکنه. ولی باید درکش بکنید. انرژی جنسی انرژی مقدسه، روابط جنسی رابطه خیلی مقدسه. اگر شما یه انسان والایی باشین، رابطه جنسیتون هم تبدیل به نیایش میشه. اگر شما یه انسان در سطح پایین آگاهی باشین، روابط جنسیتون هم خیلی حیوانی میشه و شاید هم پایینتر از اون بشه. برای همین بستگی به خودتون داره. اگر شما توی مدیتیشن روابط جنسیتون و روابطتون با همسرتون و پارتنرتون میزون نباشه، یه سیکل طبیعی و خوب و شاد و جلو نبره، در نهایت اون انرژی جنسی که شما بلاکش کردی وارد ذهنت میشه، تبدیل میشه به فانتزیای سکسی. این چیزی که الان تو دنیای امروز به عنوان فانتزیای سکسی وجود داره، فتش و نمیدونم 1000 تا مدل دیگه، اینا همه به خاطر بلاک شدن این انرژیه که وارد ذهن شده و تبدیل به چیزای عجیب غریب شده. اگر اون آدم اون موقعی که نیاز بود این کار رو انجام میداد و خیلی طبیعی جلو میرفت، اصلا اینجور چیزا خلق نمیشد. پس اینم نکته خیلی مهمیه که تو مدیتیشنتون رعایت بکنین تا بتونین جواب بگیرین. این 3 تا نکته رو داشته باشه. این 3 تا نکته بزرگترین نکته هاست که بهتون کمک میکنه. یه نکته دیگه هم بگم، حالا این نسبت به بقیه اهمیت کمتری داره. اینی که خیلیا وقتی مدیتیشن میکنن منتظر اینن که اتفاقی بیفته. نگاه کنین، مدیتیشن یعنی فراتر از ذهن رفتن. ذهن وقتی که آرومه تو حالت سکونه، تو حالت سکوته، شما میتونین از ماتریکسش خارج بشین و اون چیزی که حقیقت اصلیتون رو تجربه بکنین. اگر شما تو مدیتیشن منتظر این باشین که اتفاقی بیفته، این یعنی ذهنتون رو روشن نگه داشتین. ذهنتون داره مانیتور میکنه که چرا پس اتفاقی نمیفته. این نوره چی بود من دیدم، این صدایی چی بود من شنیدم، الان چه حسی تو بدنم دارم. این داره ذهنتون یعنی کار میکنه و تجزیه تحلیل میکنه. این ذهن اگر کار بکنه شما اصلا چیزی رو تجربه نمیکنید و توی سطح خیلی پایینی میمونید. برای همین اون چیزایی که منتظر چیزی نباشین تو مدیتیشن، فقط مدیتیشن انجام بدین. همین. شما وقتی که میرین توی استخر شنا میکنین، میخواین به جایی برسین. یعنی وقتی داری شنا میکنی باید میخوای حتما به جایی برسی، کاری داری، هدفی داری؟ نه، شما از خود اون شنا کردنتون لذت میبرین، به جایی هم قرار نیست برسین. تو مدیتیشن هم همینجوری باید باشه. شما از مدیتیشن کردن لذت ببر، منتظر نباش که اتفاق خاصی برات بیفته. این بهت کمک میکنه تا ذهنتو بتونی تو ساکنترین حالتش نگه داری و در نهایت بتونی از اون چارچوب ماتریکسیش خارج بشی. این نکاتی بود که راجع به مدیتیشن و اینکه چرا مدیتیشنمون جواب نمیده
خیلی نکات مهمیه. بازم اگر شما فکر میکنید نکات دیگه هست و یا سوالی دارین حتما کامنت کنین برام، من راجع به اونها هم توضیح